سلام عزیزان، مسوم پلیر هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو به کانال خودتون. بچه ها اومدم امروز به جای اینکه کانتر بزنم یه بازی جدید بزنم که همتون فکر کنم بشناسین، کال آف دیوتی موبایل. بله، کال آف دیوتی موبایل. بدون وقت تلف کنیم بریم سراغش. خب بچه بریم سراغ گیممون، وارد کال آف دیوتی موبایل میشیم و بریم ببینیم که چی میشه. اکتیویژن، تیمی، کال آف دیوتی موبایل. خب بچه ها، من اینکه بگم من وان شات وان کیلو بیشترین قسمتی که از بقیه جای کال آف قبولش دارم، برای اینکه به هر حال یه دونه ضربه میزنی، اصلا نه ربطی به گان داره نه ربطی به هر کی میس نده و سری بزنه اون برنده است، اونی هم که میس داده و ندیده و اینا بازنده است و میمیره. خلاصه بقیه جاها اینجا وان شات وان کیل. البته وان شات وان کیل، البته میخواستم نشونتون بدم که حالا نشد. بریم برای گیممون. حالا ما وان شات وان کیل رو نمیریم، گیم اصلی میریم. حالا که گیم اصلی رو میریم که دیگه چیزی پیش نیاد. حالا گیم اصلیمو ببینید، گفتم بهتون. خب بریم، برو بریم. بچه من بگم تازه کالافو نصب کردم، اگه یه موقع دیدید بعد بازی میکنم بذارید رو پایین که تازه نصبش کردم. اولی شت. بریم برای ادامه. مرد. گانم هم که میبینید گانش زیاد گانا با حال و خوبی نیست. من که خودم به شخص زیاد با حال نمی کنم. 300 باید بزنی تا یارو بمیره. کجاست یارو اصلا؟ این انمی داره از سر تا پامون میباره. یوهو حمله کرد، من اصلا پشتمون ندیدم باشه. برگم وای، این یارو دوبار منو پشت. 13 ثانیه تا منفجر شدن بوم. همینجا بریم. من بعیدم میدونم برسم. ترکید، کشتمش. این کیه داره حرف میزنه؟ خوبه 2-1. اف کنم صداشو نشنوم. یه سریا واقعا فقط میکروفونو باز میکنن صدا بدن. خب بچه ها، این بودش از کال آف بازی کردن. من میدونم کوتاه گذاشتم و یه بخشیشو گذاشتم، ولی خب 10 دقیقه طول کشید و اینکه خب با سرعت اینترنتی که ایران داره آپلود کردنش خیلی طول میکشید و خب اینترنت هم خیلی میبرد و من فقط در همین حد میذارم که کال آف زدن منو ببینید. اصولا نوب نیستم و نوبادی در نمیارم، ولی فکر کنم الان پرو پلیرها داخل کال آفن. ولی به هر حال همین بود کال آف بازی کردن من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون که اینجا من بودید. خدا نگهدار. تک تکتون باشه. البته لایک و سابسکرایب فراموش نشه. درود به